معاون سروزیر روسیه الکسی اورچوک که با یک هیئت حکومتی کشورش با سفر کاری در دوشنبه قرار دارد، روز 30 نوامبر در محله زرافشان پایتخت تاجیکستان ضمن بازدید از محل ساختمان یکی از 5 مکتب روسیه که خراجات ساختمان آن را حکومت روسیه بر عهده گرفته است به ژورنالیستان گفت که مسکو برای این طرح حدود 150 میلیون دلار جدا کرده است. در این باره خبرگزاری روسی تاس خبر داد. او افزود که در مکتب‌های نو اساساً آموزگاران از روسیه دست خواهند داد و برنامه تعلیمی را به شرایط تاجیکستان موافق خواهند کرد. البته معلمان محلی هم میشوند، ولی چیز اساسی آن است که در این مکتب‌ها معلومات با صفت ارائه می شود. تاکید کرده است معاون سروزیر روسیه. گفته می شود برنامه تعلیمی موافق با شرایط تاجیکستان را برای مکتب‌های روسی متخصصان از دانشگاه آلتای تهیه می‌کنند، ولی این برنامه تعلیمی باید با وزارت معارف و علم تاجیکستان موافق کرده شود. روز 30 نوامبر در دوشنبه وزیر معارف و علم تاجیکستان محمد یوسف امامزاده و معاون اول وزیر معارف روسیه الکساندر بوگایف قرارداد در مورد تشکیل فعالیت آموزگاران روسیه در تاجیکستان را امضا کردند. بنا به اطلاع خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان، امامزاده در پی مراسم امضای قرارداد لایحه بنیاد 5 مکتب روسی در تاجیکستان را بزرگترین طرح خارجی روسیه نامید و گفت ما بی‌صبرانه منتظر روزی هستیم که این مکتب‌ها بنیاد شده کودکان به آنها برای تحصیل خواهند رفت. ماه اپریل سال 2019 بین حکومت روسیه و تاجیکستان سازشنامه درباره بنیاد و از لحاظ مادی و فنی مجهز گردانیدن 5 مؤسسه تعلیمی به زبان روسی در 5 شهر تاجیکستان دوشنبه، خوجند، باختر، کولاب و ترسونزاده به امضا رسید. هر کدام این مکتب‌ها برای 1200 خواننده پیش بینی شده. انتظار می رود که همه آنها تا 1 سپتامبر سال 2022 از جانب روسیه ساخته و به استفاده داده شوند.